بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. اینک برای یاردمی الله تعالی ما درس را دوام میدهیم از شرح‌های نماز و ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. شرح از آن شیخ علامه عبد المحسن بن حمد عباد حفظه الله تعالى. ما یعنی نواقض الوضوء را شروع کرده بودیم، آنجا که شیخ الاسلام فرمود که و نواقضه ثمانیة الخارج من السبیلین و الخارج الفاحش النجس من الجسد و زوال العقل و مس المرأة بشهوة و مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا و اكل لحم الجزور و تغسیل المیت و الردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك. از این نواقض ما کدامش گذاشتیم؟ الخارج الفاحش النجس من الجسد یکم، الخارج من السبیلین یکم، الخارج الفاحش النجس من الجسد دویم، سیوم زوال العقل، چهارم مس المرأة بشهوة گذاشتیم. اکنون شیخ علامه شارح حفظه الله تعالی می فرماید که الخامس مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا، یعنی رسیدن اندام نهانی با دست، خواه اندام نهانی قسمی پیش باشد یا که قسمی عاقب باشد. اکنون بارک الله فیکم بعضی کسا سوال میدهند همون جایی که در پس سوزن میزنن خیالشون که همونجا رسیدی تارت میشکنن. نه، دوبار گفته همون حلقه مخرجی که از اونجا نجاست میبره، همون حلقه را در نظر داشته میشود که از پوست بدن انسان، یعنی از دیگر، یعنی رنگی او از دیگر رنگی پوستی بدن چی فرق میکند که سرخچه و یا که یکون تون بشره می باشد. فهمید؟ بارک الله فیکم. همون حلقه را در نظر داشته می شود. هذا الذي اختاره الشيخ هو قول جمهور العلماء. این را که شیخ الاسلام اختیار کرده گفته است که رسیدن اندام نهانی خواب پیش باشد و خواب پس باشد از شکننده های وضو است. این اختیار شیخ الاسلام، این قول جمهور علما می باشد که و هو صحیح، این صحیح است اذا كان المس بدون حائل، به شرطی که رسیدن به یگون واسطه باشد، یگون ممانعت نباشد، یعنی که مباشرتاً باشد. مثال گیریم دستگیرک نباشد، لطه نباشد بین دست و بین اندام نهانی. می شود که کس در وقتی یکون شیم دارد یا که گویم ازار دارد، از روی ازار چکار میکند؟ خودش به ترتیب میآورد، راست میکند، میرسد اندام نهانش میقفد، این جانب اون جانب میکند. این هیچ گام ندارد. برای این گفته یعنی که مس بدون حائل باشد. و سواء کان مس فرجه او فرج غیره، فرق نداره خواه اندام نهانی خودش رسیده باشد خواه اندام نهانی غیرش. اصلا فرج یک کلمه است که سوراخی را در نظر داشته می شود. کلمه فرج را هم در زن استفاده بردن هم در مرد. فهمیده؟ و سواء كان الممسوح صغيرا او كبيرا،
و فرق نداره خواه همون چیزی که یا که همون کسی که به کس میرسد خواه معده باشد مانند کودک مثال، خواه کلانسال باشد، من الاحیاء ام الاموات، خواه از زنده باشد و از زنده ها باشد و خواه از مرده ها باشد. لحدیث بسرته بنت صفوان رضی الله عنه، بنابر حدیثی که بسره بنت دختر صفوان ابن نوفل الاسدیه رضی الله عنها، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من مس ذکره فلیتوضأ، کسی اندامی نهانش رسد باید که وضو سازد. رواه ترمذی، حدیث ترمذی روایت کرده و غیره دیگران. وقال حدیث حسن صحیح، یعنی که اسناد حدیث چی حسن و صحیح است. وانظر ارواء الغلیل، کتاب رو بنگر، و فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، و فتوهای کمیسی دائمی را، لجنه دائمی را برای فتوا دادن بنگر. السادس و ششم از شکننده های وضو اکل لحم الجزور، خوردن گوشت اشتر است، اشتران. فی الوضوء من، یعنی در وضو، من اکل لحم الابل قولان للعلماء، درباره طهارت کسی که گوشت اشتر استفاده برای خورد دو قول آمدگی است برای علما. احدهما قول الجمهور، یکی از این دو قول جمهور علما می باشد، و هو انه لا يتوضأ من اکل لحوم، یکی لا يتوضأ من اکل لحومها، یکی لا يتوضأ من اکل لحومها. قول جمهور چی بود؟ است طهارت کردن نمی شود از خوردن گوشت شترها، گوشت شتر خورد طهارت نمی کند، زیرا طهارتش نمی شکند می بود. والقول الثاني و قول دوم وجوب الوضوء من ذلك، از این یعنی از خوردن گوشت اشترها وضو کردن واجب می شود، و سواء کان اللحم نیئا او مطبوخا، خواه فرق نداره خواه گوشت پختگی باشد خواه که خام باشد، نه گفته خام میکنن ولی پختگی نه، یا که مطبوخا پختگی باشد. و اما البانها و مرق لحمها و كذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء. اما یعنی که شیرهای اشترها و یعنی که چی شوربای گوشت اشترها شوربا کرده باشد و بولیانش، یعنی که چی آب گوشت نوشد، و همچنین طعامی که با گوشت اشترها پخته شده است، مثلا آش کرده است و آشش میخورد، گوشتش اگر نخورد نه. البته استعمال کردن اینها طهارت چی نمیشکناند، فهمیدید؟ یعنی فقط گوشتش خورد بعد حساب. ويدل للوضوء من أكل لحم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، برای طهارت کردن از خوردن گوشت اشترها دلالت میکردگی حدیث جابر بن سمره می باشد که وی جابر بن سمره بن جناده السوائي می باشد رضی الله عنه، ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتوضأ من لحوم الغنم، یک نفر از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرده، پرسید که آیا من اتوضأ، آیا من وضو را از نو کنم، یعنی وضو سازم از خوردن گوسفند ها، یکی گوسفند. قال پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که این شئت فتوضأ، اگر خواهی طهارت کن، و این شئت فلا توضأ، یعنی فلا تتوضأ می باشد، و اگر خواهی طهارت هم نکنی میشد، یعنی هیچ باکی نداره. قال اتوضأ من لحوم الابل، طهارت کنم از گوشت چه اشتران، یعنی از خوردن گوشت اشتر. قال نعم، گفت آره. فتوضأ، یه امر آمده، فتوضأ طهارت کن از خوردن گوشت اشترها. قال اصلي في مرابض الغنم، و همون شخص گفت که من نماز خواندم میتوانم در آغل گوسفندها. قال نعم، گفت آره. قال اصلي، اینجا همزه استفهام سبک کرده، اصلي شده، اصلي في مبارك الابل، همون جایی که آغل اشترا را مبارک میگویم، فهمید؟
خب آیا نماز خواندم یعنی نماز خواندم میتوانم در آغولی اشترها؟ گفت که لا، گفت نه. اخرجه مسلم، حدیث مسلم روایت کرده است. و حدیث البراء ابن عازب باید باشد، حدیث البراء ابن عازب، این البراء ابن عازب ابن الحارث الانصاری رضی الله عنه است. گفت که سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الوضوء من لحوم الابل. رسول الله صلی الله علیه و سلم آیدی وضو کردن از گوشت اشترها سوال کردن، بس گفت که تودعوا منها، از اینها چی طهارت کنید. و سئل عن لحوم الغنم، و آیدی گوشتی گوسفندها سوال کردن، فقال گفت که لا تودعوا منها، از اینها یعنی که وضو نسازید. و سئل عن الصلاة فی مبارک الابل، و سوال کردن آیدی نماز خواندن در آغولی اشترها، فقال گفت که لا تصلوا فی مبارک الابل، در آغولی که در آغولهای اشترها نماز نگذارد، فانها من الشیاطین، چون که اینها از شیطان ها هستند، یعنی اصلشان، اصل بنیادی اشتر از شیطان هاست. الله اعلم. و سئل، یعنی همین معنا. و سئل عن الصلاة فی مرابد الغنم، و سوال کردن آیدی نماز گذاریدن در آغولی گوسفندها، فقال گفت که صلوا فیها فانها برکه، نماز خوانید در اون آغلها، چون که اصل اساسا گوسفندها برکت هستند. رواه ابو داود، حدیث را ابو داود روایت کرده و دیگرها و غیره، و اسناده صحیح، اسناد صحیح. و الاصل فی الامر الوجوب، و الاصل فی الامر الوجوب، یعنی اصل در امر، هر جا که فعل امر آمدگی است، این دلالت به واجب میکند. فهمیدید؟ و فی الوضوء الشرعی، و اصل در امر قاعده وضو آمده، هر جا که وضو آمدگی باشد، این وضوع شرعی را در نظر داشته میشد. فلا يحمل الامر على الاستحباب، بنابراین امر در اینجا به مستحب وصف کرده نمیشه، یعنی این امر دلالت به مستحب نمی کند، گفتن ممکن نیست. ولا الوضوء على الوضوء اللغوی، و همچنین وضو را با وضوء لغوی هم وصف کردن نمی شود. اساسا وضوء لغوی آن را میگویند که هو غسل الیدین و المضمضه، چی دستان را شستن و در دهن آب گرداندن وضو میگویند. اساسا این وضوء لغوی میگویند. برای چی؟ یعنی که ممکن نیست در اینجا وضوء شرعی را وضوء لغوی معنی داد کردن، یا که امری که دلالت در اصل به وجوب میکند و به مستحب وصف کردن ممکن نیست، لعدم الصارف عن الاصل، زیرا که یگان چیز نآمده است که از اصل چیکار کند؟ میل گرداند این واجب را. یعنی اون وقت، یعنی که برای مثال میگم فهم شود، اون وقت یعنی که امر یعنی که در اصل واجب است، او را به مستحب تاب دادن می شود، گردانده می شود، وقتی که در دیگه حدیث به دیگه صیغه آمدگی باشد، به صیغه امر نه، به صیغه مضارع خبر آمدگی باشد. از بس که همه این صیغه ها به صیغه امر آمدگی، همه شکل ها به شکل امر آمدگی هستند، مادامی که دیگه شکل آمدگی نیست، ما اصل نگاه میکنیم از روی قاعده اصول، علم اصول. اصل در امر چی را دلالت میکنه؟ وجوب، تمام واجب است، یعنی طهارت کردن. همین. وانظر الواء الغلیل، این کتاب نگاه کن. و ذکر النووی فی شرح صحیح مسلم، امام نووی در شرح صحیح مسلم در فلان مجلد صحیفش است که خلاف العلماء فی الوضوء من لحم الابل، خلاف عالم ها آیدی طهارت کردن از گوشت اشترها است که وقال و چنین گفت قال احمد بن حنبل و اسحاق بن راهوی، و احمد بن حنبل و اسحاق بن راهوی در این مسئله، در باره طهارت کردن از گوشت اشترها چنین گفت. حدیثان گفتن که دو حدیث آمده است، حدیث جابر و حدیث البراء که حاضر خواندیم شد. و هذا المذهب اقوى دلیلا، این مذهب از همه بقوترین مذهب است در باره دلیل. این دلیل این مذهب یعنی که به این
جانبدارهای اینها با قوتن. و این کان الجمهور علی خلافی، گرچنده که جمهور باشن به خلاف این مذهب هستن. یعنی که معلوم میشه است که بارک الله فیکم خلاف جمهور هم کار کردن میشه، از اینه که جمهور گفته است طهارت نمیکنی در از خوردن گوشت و شورها، لیکن جمهور گفتنش به دلیلی به قوت ندارد. اما این پهلو باشد که گرچنده که در جمهور داخل نیست و کم می باشه، عددی کم باشه، لیکن در دلیل به قوت می باشن. منظور مجموع فتاوی شیخ ابن باز رحمه الله، مجموع فتاوی شیخ ابن باز نگاه کن و فتاوی لجنه الدائمه للافتاء نگاه کن. السابع، هفتم از شکننده ها تغسیل المیت، یعنی که به سبب مرده را شستن. اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين. علماء آیدی حکمی طهارت کردن به خاطر مرده را شستن به دو قول در اختلافند. احدهما، یکی از این قولشان وجوب الوضوء، واجب است به سبب این کار انجام دادن وضو ساختن، و ثانی استحباب، دویم قول مستحب است گفتن. ذکرهما ابن قدامه فی المغنی، ابن قدامه در کتاب المغنی گفته است، کتاب فقه. و رجح القول بالاستحباب، همون سخن را که مستحب است اینا راجح دانست، یعنی که با قوت دانست، فهمیدید، و قبولش دانست. و قد روى ابو داود و غیره من حدیث ابی هریره مرفوعا، واقعا ابو داود و دیگرها از حدیث ابو هریره یک حدیث مرفوع رو روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و آله من غسل المیت فلیغتسل، کسی که مرده را شوید باید که غسل سازد، و من حمله فلیتوضا، کسی مرده را بردارد باید که وضو سازد. اورده الشیخ الالبانی فی ارواء الغلیل، اینا شیخ الالبانی در ارواء الغلیل وارد کرده است، آورده است، ذکر کرده است. و فی کتاب احکام الجنازه، اینم کتاب شیخ الالبانی در کتاب احکام جنازه آورده است. و نقل تصحیحه عن ابن القیم و ابن قطان، و صحیح بدون اینا نقل میکنه شیخ الالبانی از ابن قیم و ابن قطان و ابن حزم و ابن حجر الاسقلانی از اینها. و ذکر انه محمول علی الندب، و گفت که اینا به مستحب حمل کرده میشه، لا علی الوجوب، نه بر واجب بودن. برای چی؟ لحدیث حسن، برای خاطر حدیث حسن آمده است فی ذلک، در این مورد، عن ابن عباس، از عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب الهاشمی، و اثر عن ابن عمر، و در یک اثر دیگره آمده است، اثر گفته که سخنی صحابه را در اصل میگویند، از ابن عمر، یعنی عبدالله ابن عمر آمده است. و اذا لمس من غسل المیت فرجه من غیر حائل وجب علیه الوضوء لمس الفرج لا لتغسیل الماء. اگر مبادا رسد همون کسی که مرده را میشوید اندام نهانی مرده را رسد بیگون، یعنی که دستگیرک بیگون حائل، در این حین واجب است به او چیکار کردن؟ وضو را از نو کردن، به خاطر رسیدن اندام نهانی، نه به خاطر مرده را شستن. منظور فتاوی الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمه الله تعالی، فتاوی شیخ عبدالعزیز ابن باز نگاه کنید. الثامن، هشتم از شکننده های وضو، قوله الردة عن الاسلام عادنا الله من ذلك، یعنی از اسلام مرتد شدن الله سبحانه و تعالی ما را از این نگه داره. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من انتقاض الوضوء بالردة هو الذي عزاه ابن قدامه في المغني الى مذهب الامام احمد. یعنی این همون ریکی شیخ الاسلام ذکر میکند آیدی شکستن وضو به سبب مرتد شدن، این همان سخن است که این سخن نسبت میدهد ابن قدامه در کتاب مغنی به مذهب امام احمد ابن حنبل، و عزا الى الائمه الثلاثه الباقين القول بعدم الانتقاض. و همچنین در همونجا ابن قدامه در کتاب مغنی، کتاب کلان است، بسیار زیاده، مجلده، و در همون کتاب با نسبت میدهد به سه امام باقی مانده سخن را آیدی نشکستن وضو، یعنی که اگر مرتد شود آتش نمیشکنند گفتند دیگه امام ها. فاذا تودع الشخص وارتد عن الاسلام ثم عاد اليه قبل ان يحصل منه ناقض للوضوء غير الردة
فهو باق على وضوئه على القول الثاني. مثلا یک کس طهارت کند، یک نفر طهارت کنه، یک شخص اسلام باز مرتد شود، از اسلام رو گرداند، با دوباره به اسلام برگرده پیش از اون که از این کس صادر شود یکون از شکننده های طهارت غیر از مرتده، فهمیده؟ و به همون طهارتی خودش باقی ماندگی است، بنابر قولی دویم، یعنی قولی سه امام های مجتهد. لا یلزمه اعاده الوضوء، به او لازم نمیشود از نو طهارت کردن. و تلزمه اعاده الوضوء على القول الاول، و به قول اول یعنی قول امام احمد بن حنبل مذهبی لازم است دوباره طهارتش از نو کردن. والذی ذکره الشیخ فیه الاحتیاط والخروج من الخلاف، و اون را که شیخ الاسلام در اینجا از شکننده ها ذکر کردنش برای خاطر احتیاط و برای خاطر از خلاف برآمدن، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته است که دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی ترک بکن آن را که آیدی همون چیز تو شبهه دار باشی و را ترک بکن، بس برگرد به همون چیزی که به همون حکمی که نسبتی وای تو شک آور یا که شکدار نمی باشی. بنابراین معلوم است که شیخ الاسلام چیکار کرده است؟ در همینجا شک است از آیدی، یعنی که نشکستن است و یقین بوده است آیدی شکستن. بنابراین گفته است که یکی از شکننده های وضو مرتد شدن از اسلام می باشد. الله اعلم. نکتفی. صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.